دو چوپان یک دهه در ناحیه دیوشتیچ به دست دو ساکن این محل به قتل رسیدند. مقامات پلیس گمانبران این کشتار را دستگیر نموده قضیه را تفتیش دارند. جسدهای ضرب خورده دو چوپان دهه خوشکتی ناحیه دیوشتیچ غانچی سابق 130 کیلومتری خوجند بهرام جورایف و عبدالواسیط میرزایف را ساکنان بگاهی روزی 7 فوریه در محل چرای آنها در کوهستان پیدا کردند. در پای مقامات انتظامی یک ساکن این دهه و دهه همسایه دهکت سید مولا میرزا رحیموف و زهریدین باقیف را به گمان صادری این کشتار دستگیر کردند. لطفالله دولتوف معاون رئیسی جماعت راستراوتی ناحیه دیوشتیچ که دهه های مذکور جزئی آن محسوب می‌یابند در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 فوریه گفت که این کشتار باعث نگرانی ساکنان گردید، ولی در پی صحبت‌ها عائله‌های مصیبت رسیده آرام گرفتند و از سر زدن مناقشه بین آنها جلوگیری گردید. اینها سبب اساسی که هر دوشون مست بوده که یکو خیلی مناسبتی منین پولی داشتن، یکو خیلی مناسبتی قرضان داشتن. اینها پیشتر همه خیلی دوستی رفیقی چی بوده که رفت آمد داشتی. به گفته او یکی از دو نفری بازداشت شده زهریدین باقیف چوپان بوده. گمانبر دوم سید مولا میرزا رحیموف در مردکاری روسیه با جرم کشتار یک زن روس حدود 9 سال را پس پنجره زندان گذرانیده اوایل سال گذشته به زادگاهش برگشته است. مقامات انتظامی دیوشتیچ طبق بند قصداً به هلاکت رسیدن آدمان پرونده باز کرده تفتیش قضیه را پیش میبرند. به گفته ساکنان دهه خوشکت ناحیه دیوشتیچ بهرام جورایف 37 ساله و رفیقش عبدالواسیط میرزایف 47 ساله بوده هر دو عائله دارند و از پی پیشه چوپانی روزی خود و اهل عائلهشان را به دست می آوردند. یک مصاحب رادیوی آزادی گفت که بهرام جورایف عمر از پی مال می گشت و بار غلطیده بینایی یک چشمش را هم از دست داده بود. در حالی که این گزارش آماده می شد یک ساکن دیگری دهه خوشکت که نخواست از اون نام برده شود گفت یکی از عاملان قتل گویا با یک زن محلی بشوهر مناسبت های محرمانه داشته است. چوپان کشته شده بهرام جورایف بار آن زن را ملامت کرده است که با فلانی بدگردی می کند و او را به سرپرستی گرفته است، اما از شوهر جدا شدهش الیمنتی زیاد طلب دارد. او را رفیق به قتل رسیدهش عبدالواسیط میرزایف هم دستگیری و آن زن را مذمت کرده است. این حرفها به گوش مردی نزدیک آن زن رسیده به خاطر قصاص همراه رفیقش هر دو این چوپان را به هلاکت رسانیده است. ولی این فرضیه برخی ساکنان محلی حادثه است و تفتیش مقامات هنوز پایان نیافته سبب اصلی سردادن مناقشه و جنجال بین ساکنان مذکور و به قتل رسیدن دو چوپان در این جنجال اعلان نشده است. بنا به معلومات رسمی در سال گذشته 2017 در ولایت سوغد جنایت‌های کشتار و سوء قصد به کشتار رو به کاهش داشت و 27 این گونه جنایت 9 عدد کم نظر به سال 2016 به قید گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.